حکومت قرقیزستان تصمیم گرفت که به ورود شهروندان خارجی طریق فرودگاه‌های بین‌المللی کشورش اجازت بدهد. مرزهای این دولت از ماه مارت بعد اوج کرونا ویروس برای خارجیان از جمله توجیکان بسته شد. حالا محدودیت‌ها وابسته به کرونا ویروس لغو گردیده است. طول هفته‌های اخیر مهاجران توجیک بنابر گران بودن بلیط پروازهای چارتری شرکت سامان ایر از روسیه به تاجیکستان طریق اوش قرقیزستان سفر می‌کنند. یکی از آنها ساکن ولایت ختلون توفا احمد است که با همین رو به وطن آمده است. او میگوید چند ماه پیش برای عیادت فرزندانش به روسیه رفت و با بسته شدن مرزها درماند و میخواست توسط پرواز چارتری از سرگود به دوشنبه سفر کند، ولی برای خریداری بلیط که از 45 تا 54 هزار روبل روسی نرخ دارد قدرتش نرسید. من آدم نفقه خور، نفقم در اینجا در روسیه به پول قدرت توان و امکانیتی به این خد نرخ اومدن نداشتم. بعد من یک عادتم دارم از هیچ کس یکون کمک نپرسیدم. ممکن بود از همون فوند خیریوی که اونجا مایه هستن که صاحب کارای و همون تاجرایی که سخاوندن، لیکن من مراجعه نکردم برای که من در اونجا میبینم که با چه مشکلی ها به هم مبلغ میگیرن. خانم احمد و در جستجوی روی ارزان تری بازگشت به تاجیکستان پرواز طریق اوش را انتخاب کرد که به گفته او نرخ بلیط 22,000 روبل روسی است. در مجموع این مصاحبه ما میگوید تا رسیدن به تاجیکستان 24,000 روبل روسی صرف کرده است. توفا احمد و افزود ضمن سفر او را به اصطلاح مهمان نوازی افسران گمرک و مرزبانان توجیک آشفته و ناراحت کرد. من هم مجبور شدم که طریق و اوش بیایم با رئیس سرگود اوش پردم. من یک کمتر باعث نگرانیم از آن است که هرچند در من قرقیزستان هم کدام مشکلات و من برای حمایت اونها نمیگم، لیکن اون چیزی دیدم چی در میدان هوایی وقتی فرامدیم از نظارت گذاشتن و چی در مرزم به مرز اصفهان رسیدم همه حجت ها را میبینه دیگه. یگون اگر حجتات هم وای باشد به کم و کاست باشد به یگون مشکلی میگذره، یگون وایت نیست مشکلات یگون صد نیست، لیکن همین باعث بسیار روح افتادگی من اون شد که در مرز بعضی مرزبانان بعضی گمرکچیان از مقام خودشان مرتبه خودشان سوء استفاده کرده از مردم آشکارا پول طلب میکنن که این قدر قیمت مرزبانی و گمرک و حکومت جمهوری را پس زدن است. با استفاده از فرصت ما از خانم احمد و درباره شرایط مهاجران توجیک در شهر سرگود پرسیدیم، چون معمولا درباره این منطقه روسیه اطلاع کمتر است. سالهای زیاد است که 10 سال زیاد است که به منطقه همه شمال روسیه میروم. فرزندم اونجا که است، نه تنها فرزندم همه خش تبارم. در اون طرف اساساً مردمی که در ساحه نفت و گاز کار میکنن همه میروند همونجا کار میکنن. شرایط کارشان خوب، جای کار دارن، امکانیتی در همون اختصاصی خودشان که هست در همون ساحه نفت و گاز کار میکنن. با مردم منطقه غرم و رشت و خوردن که اون خود بسیارتر در ساحه سودان. بعد ازبکو هستن، ازبکوی تاجیکستان و ها در ساحه منین نون از نوبای خانه دارند. دوستان عزیز، صحبت ما رو با توفا احمد و ساکن ولایت ختلون تماشا کردید که نقل کرد چگونه از روسیه طریق قرقیزستان به تاجیکستان آمده است.